الى الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. بصیرت لازمه، بصیرت. ما 35 سال است در جمهوری اسلامی این فریاد رو داریم میزنیم، فقط هم نمیگوییم، عمل میکنیم. کمکی که جمهوری اسلامی به برادران خود در دنیای اسلام تا امروز کرده است، اغلب کمکی بوده است که به برادران اهل سنت کرده است. ما در کنار فلسطینی ها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای منطقه ایستادیم، چون میدانستیم مسئله وحدت امروز در رأس مسائل اسلامی است. من توصیه میکنم، اصرار میکنم به علمای اعلام، به روشنفکران دنیای اسلام، به سیاستمداران دنیای اسلام، اینقدر دم از تفرقه نزنند. یه عده‌ای در دنیا دارن پول خرج میکنن برای اسلام هراسی، برای اینکه چهره اسلام رو در دنیا خراب کنن. ما هم در درون خودمون سعی کنیم چهره یکدیگر را خراب کنیم، تخریب کنیم، مردم را از یکدیگر بترسانیم. این خلاف حکمت است، خلاف سیاست است. من شنیدم بعضی از دولت‌های منطقه سیاست خارجی خودشون رو بر مبنای معارضه با ایران قرار دادند. چرا؟ این خلاف عقل است، خلاف حکمت است. این کار ابلهانه است. چرا انسان یک چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب بشود؟ ما به عکس، ما سیاست خارجی خودمون رو مبتنی کردیم بر دوستی و برادری و ارتباط با همه کشورهای مسلمان و کشورهای منطقه، از همسایه و غیر همسایه. این سیاست ماست. ما همینجور هم عمل کردیم، همینجور هم عمل خواهیم کرد در آینده.